اوه بچه ها بپایید، یکی داره میاد. اوه من اینو میشناسم، از اون خوش اشتها هاست. الان هر ستامونو خاگینه میکنه. جان آقا منو نخور، منو بیخیال شو. آخه من کلی آرزو دارم. بابا من یه زمان قرار بود جوجه بشم. بچه ها فکر کنم میخواد املتمون کنه. من یکی حال و حوصله قاطی شدن با گوجه ها رو ندارم. اوه اینجا رو عجب روغنی داغ کرده. بی انصاف لااقل عسلیمون میکردی. این چیه آخه؟ بچه ها من رفتم. اگه بابامو دیدین بهش بگین من میتونستم یه خروس خوب بشم، اما امان از مایتابه که سرنوشتمونو نیمرو کرد. میگم بدشانسی آورده. عجب سرنوشتی داشت بدبخت. بچه ها ما اینجاشو نخونده بودیم. کی فکرشو میکرد سر از پیکی شادی در بیاریم؟ لای 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 لای. از دست دادی. آقا جان تو بیا ما هم بشکن، شاید معروف شیم.